سلام دوستان، در خدمتتون هستیم. نحوه باز کردن دینام پارس ELX که بگم دوستان، اول سرباتری رو برمیداریم، بعد پیچای ریل سوخت رو باز میکنین، سوکتاش رو در میارین تا راحت‌تر جدا بشه. مراقب باشید زیاد فشار نیاد که جایی بشکنه. بعد اینکه ریل سوخت رو در آوردین، پیچای منیفول که میبینین مشاهده میکنین اونجاست. اول سیمگاز رو در میاریم، بعد نوبت میرسه به پیچای منیفول. شیلنگای بخار روغن هستش که میبینید از داخل منیفول رد میشه، مواظب باشید نشکنن. گاهن خشک میشن، با یه فشار جزئی میشکنن. پیچای منیفول رو که باز میکنین، بعدش به آرومی میارین بالا، سوکتای دریچه گاز و مف سنسور رو در میارین، شیلنگ بوستر رو در میارین تا نشکنه. بعد منیفول جدا میشه. بعدش برق دینامو در میارین که مشاهده میکنین. حالا نوبت میرسه به شل کردن تسمه دینام. از پایین میتونین بغل گلگیر سفکن رو بدین بالا، تسمه رو در بیارین. فقط قاب ECU هم در بیارین که راحت تر بتونین کار کنین. قاب ECU هم که در آوردین، بعدش سفکن رو باز میکنین، از بالا غلطک رو در میارین، همون هرزگرد رو میگم. بعدش دیگه دینام 2 تا پیچ داره، آچار 16 میخوره. اونم باز کنین و تموم. ممنون که حمایتمون میکنین.